زنان تاجیک شکوه و زینت بخشنده روزگارند. این نیروی سازنده با صاحب مقام گردیدن خود در جامعه برای رشد تمام ساحه‌های حیاتاً مهم مملکت سهم شایسته می‌گذارند. فعالیت بانوان صاحب معرفت تاجیک نمونه عبرت برای نسل جوان است. بنفشه عبدالله‌زاده از قبیل بانوان فعال است که با دانش و ملکه میان همکاران صاحب احترام میباشد. کتابخوانی و کتاب دوستیش از خانواده پدر و مادر منشأ گرفته است، زیرا اهل عائله همگی کتاب دوست بوده جهان معنویشان را از این مخزن معرفت غنی نمودند. همین است که این بانوی با فضل کتابخوان و زباندان است. بلند گردیدن مقام زنان در جامعه را چون نشان اعتماد به مادر تاجیک می‌سازد. جواباً به این غمخواری اشتراک فعالانه زنان را برای پیشرفت جامعه معاصر خیلی مهم می‌داند. محض دستگیری پیوسته پیشروی ملت است که امروز پیشرفت دلخواه ساحه را بدون زنان و بانوان تصور کردن غیر امکان است. مخصوصاً تعداد اساسی کارمندان مؤسسه دولتی کتابخانه ملی تاجیکستان را زنان و بانوان تشکیل می‌دهند که آنها همه روزه پیوسته با دست و دل گرم بهر اجرای درخواست خوانندگان کار و فعالیت می‌برند. ما نیز بانوان جواباً در غمخوری‌های پیوسته حکومت کشور وعده می‌دهیم که باز هم در پیشرفت تاجیکستان عزیزمان سهم خویش را گذاریم. ما زن مادر است که در دل خود مؤسسه یا که کارخانه وجود ندارد که در آن زن فعالیت نداشته باشد. امروز زن مادر است، زن کارگر است، زن طبیب است، زن استاد است، زن راهبر است. این باعث افتخار ما بانوان است. بنفشه عبدالله‌زاده را همه روزه در شعبه مطبوعات دوری کتابخانه ملی تاجیکستان سرگرم کار و کتابخوانی می‌توان دید. همکارانش این بانوی صاحب معرفت را چون کارمند فعال با فضل و زباندان و تشبثکار می‌شناسند. در واقع این بانوی زحمت پیشه و دیگر زنان مهنت‌قرین و دانشمند تاجیک با استفاده از شرایط و دستگیری‌های روزافزون حکومت مملکت برای رشد ذهنی خود، تربیت فرزندان و پیشرفت جامعه سهم شایسته می‌گذارند. از امن و آسایش و آبادی و خرمی کشور سرفراز و شکرگزارند. در تربیت فرزند هم نقش اساسی را اول زن می‌بازد. از گوهره آن را تربیت می‌کند. پیشرفت جامعه هم از زن وابستگی دارد، زیرا تربیت از خانواده آغاز می‌یابد و در خانواده زن است که تربیت هست. شکرانه آبادی وطن میکنیم. شکرانه میکنیم که در چنین وطن آباد و زیبا کار و فعالیت داریم. هم فرزندان ما در چنین جامعه آرام درس میگیرند. شکرانه میکنیم که تاجیکستان آباد داریم. شکر میکنیم که ما در چنین محیط آرام کار و فعالیت داریم. زنان تاجیک با فضل و هنر و فرهنگ والا در کار و روزگار موقع خاصه دارند. نوابسته به کسب و کار، بانوان فعال تاجیک با استفاده از شرایط مساعد و دستگیری‌های حکومت مملکت برای رشد جامعه سهم می‌گذارند. در خانواده نیز با رعایت آداب عائله‌داری فرزندان را در روحیه مهنت‌قرینی و وطن دوستی تربیت می‌کنند. اطمینان کامل دارند که نورسان و جوانان با حس بلند خودشناسی و وطن دوستی برای حفظ ارزش‌های ملی و تحکیم صلح و ثبات جهد می‌نمایند.